علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران غریب. کسایی که میخواهید پاسپورت خود را بسنجید، یعنی که پرایوت کنید، پاسپورت، رجیستراسیون و پاتنت که در بعض هست یا این که نیست، برای اینها را فهمیدن میتونید که بر ما مراجعه کنید و اینچنین ما میتونیم که بر شما رجیستراسیون کرده دهیم تا که در بعض برای این همه را و با دیگر سوال ها را جواب گرفتن میتونید که با رقم های در پیام بوده که واتساپ پیوست است، با طریق واتساپ با همین رقم های در روی اکران بوده نویسید. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم. امروز پنجشنبه 26 ایون، $100 ایالات متحده آمریکا برابر با 990 سوم و 70 دیرم و اینچنین 100 یورو برابر شد با 1156 سوم و 80 دیرم. دوستان عزیز، از شما خواهش، از شما چیزی کم نمی شود. در ویدیو تا لایک مونید و به کانال ما ابونه شوید. از خبرهای نو و نوارهای نو با خبر شوید. 1000 روبل روسی با کورس امروزه برابر شد با 126 سوم و 30 دیرم و خبر گرفته شد از بانک ملی جمهوری تاجیکستان و پیشکش شما گردانده ایستاده ایم. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار